این میسه قوی ترین آیتم ماینکرافت، آیتمی که بهترین را رم میکشه. راستش اینجا دونات سمپی ایرانیه که میس با ارزش ترین آیتم این سرور به حساب میاد و من قراره با عجیب ترین روش ممکن به دستش بیارم. خب الان ما داخل لابی خود سروریم که واقعا لابی خیلی خوشگل و قشنگی داره، واقعا شبیه خود دونات سمپیه، واقعا هم بزرگه هم خیلی شبیه. من یه آرتیپی بزنم کلا از اینجا برم یه جای خوب ان شاءالله پیدا کنم. اوکی اسلش آرتیپی. اوکی یه جا رندوم بزن بریم ببینیم کجا حالا میافتیم. خدا کنه جام خوب باشه. بعد از اون مثل هر سرور دیگه ای رفتم اول چوب کندم و وسایلای اولیه‌مو ساختم که الان اگه اینا رو بفروشم فکر کنم خیلی زیاد بوده. یا خدا تیپی هیر داده که من که اکسپت میکنم چون بمیرم هم چیز خاصی از دست نمیدم. او مای گاد یارو مثل من لخته هیچ آیتمی نداره. حاجی بیام اینو بکشم، میخواسته منو ترپ کنه ولی بذار من حاجی میخوام از یه ور دلم نمیخواد بکشمش ولی دلم میگه بیام بکشمش. ما با یه دونه کریستال میایم کار تو رو با اجازه تموم میکنیم. بازم میگم معذرت داداش. نکشم ولی خوبه که آماده شیم که وقت مرگت داداش. خیلی مردش بنده خدا. آیتم خاصی هم نداشت، البته کریستالش به دردم میخوره ولی خب اولین قربانی سرور رو دیدیم که اوکی دیگه کارو که انجام دادیم. وقت از اینجا یه هنو اینجاست که الان بیام یه مقدار چوب بکنم ببینم اینا رو توی سل چقدر میتونم بفروشم. فکر کنم بیشتر از چیز خود سرور بتونم بفروشم یا مثلا اوردری جایی بذارم اینا رو. فعلا مجبوریم سعی کنیم پول در بیاریم. بعد از اون پلیری بهم درخواست تیم شدن داد که منم هیچ آیتمی نداشتم، با کمال میل اکسپت کردم که خب الان من با اینا مثلا تیمم شایدم واقعا تیم بشم، شایدم رکب بزنم، نمیدونم. الان من آوردن داخل یه ترایل چمبر و سعی کنم الان کلا آیتمی که میخواستم یعنی میس رو جور کنم اینجا. الان تیم اکسپت زدم، الان داخل تیم اینام بیام و سعی کنم میس رو همین اول کاری گیر بیارم دیگه. آقا دست شما درد نکنه. بسم الله. اوکی یه دونه گلدن اپل، آیتم بدی نبود ولی خب مالی هم نبود. بعد از اون یکم والت باز کردم و یه چیزی یهو یادم اومد که اینجوری که من دارم میگردم هیچ آیتمی گیرم نمیاد، فقط وقتم داره هدر میره اینجا. حاجی الان تقریبا 20 دقیقه است دارم اینجا رو میگردم. واسه حاجی من داشتم یه دونه از اون کلیدای گندش ترایل نمیدونم چی داشتم، یه دونه از اون کیاش. حاجی بذار من بیام اینو بذار از اون استفاده کنم. حاجی شانس در خونه آدم یه بار میزنه. شاید تونستم بگیرم شایدم نتونم بگیرم. بسم الله. واسه اینجا الان داخلش چی دیده نمیشه. بذار بریم پایین سر گاداپل یا هیوی کور کلیک میکنم رندوم ببینم چی گیرم میاد. آقا وای میستیم سب میکنم. خدای بخور. حاجی من نمیدونم چی جواب بدم. آقا موندم حاجی چجوری من گرفتم با ترای اول. تو فاک به قرآن دروغ نیست، به قرآن چی تو اینا نی اصلا این سرور پابلیکه میتونید بیاید. پشمام ریخته حاجی. و حالا که قوی ترین آیتم ماینکرافت یعنی میسو داریم، وقت کشتن پلیراست. بعد از زدن این چند بیریچ روی میسم وقت این بود که به دوست قدیمیم یعنی تیمیت قبلیم یه سلامی کنم. اما این همه ماجرا نبود و یه اتفاق خیلی عجیب برام افتاد که داخل ترپم حاجی کروز فرود ندارم. وای اوکی
اوکی میتونم بیام بیرون. اوکی از این ور نمیشه. وای نمیرم تو رو خدا. اوکی اومدم بیرون. ایو what the fuck. سه به تکه اینا دوستشون آرمور دارن. یا خدا حاجی. و اینجا بود که سرور منو به خاطر نمیدونم چی کیک داد و من مردم.